خب برای اولین قدم باید نرم افزار در واقع تکنیکی رو نصب بکنیم روی سیستم تا بتونیم ادامه مطالب رو پیش بریم. برای نصب نرم افزار ما از نرم افزارهای متفاوتی میتونیم استفاده بکنیم. یکی از نرم افزارهای پایه که اصلی ترین آموزش ها در این بخش از نرم افزار در واقع داده میشه نرم افزار مفید تریدر هست. ما همونطور که گفتم نیاز داریم که یک نرم افزاری رو داشته باشیم. حالا این نرم افزار بعضیشون آفلاین هستن، یعنی نصب میشن روی سیستم و به صورت آفلاین ما میتونیم از اینها استفاده بکنیم و بعضی از اینها در واقع آنلاین هستن یا سایت هایی هستن که ما در اونها میتونیم همون کاری که در نرم افزار انجام میدیم رو توی اون سایت ها هم انجام بدیم، مثل رهاورد نوین، رهاورد 365 و ایزی تریدر یا در واقع ایزی آنلاین فکر میکنم که حالا در ادامه انشالله اینها رو یک به یک خواهید آموخت. ابتداءً برای اولین قدم شما در سایت کارگزاری مفید به نشانی emofid.com وارد میشید. نیازی نیست که کارگزاری شما مفید باشه، شما میتونید این نرم افزار رو نصب بکنید بدون اینکه حتی کارگزارتون مفید باشه. اگر کارگزارتون کارگزاری دیگری هم هست باز هم مشکلی نداره، شما میتونید این نرم افزار رو نصب بکنید و استفاده بکنید. برای نصب نرم افزار در قسمت معاملات در بخش راهکارها و سامانه های معاملاتی شما باید مفید تریدر رو نصب بکنید. دقت بکنید که همراه تریدر، آنلاین پلاس، ایزی تریدر، ایزی نمیدونم تریدر، همراه اینها همه متفاوت هستن و شما باید مفید تریدر رو نصب بکنید روی سیستمتون که نوشته تکنیکال و معامله همزمان. روش کلیک میکنید، اطلاعاتی داره، این اطلاعات رو اگر دوست داشتید حالا میخونید و در واقع ازشون استفاده میکنید اگر چیز برای شما داشته باشه. خب پایین تر نوشته دانلود مفید تریدر. توی 3 نسخه اینها رو ارائه دادن، نسخه ویندوز برای سیستم عامل اندروید و سیستم عامل آیفون که مهمترین قسمت و تمامی آموزش های ما روی سیستم نسخه ویندوز هست و بخش اندروید و برای گوشی آموزشی نیست و من از شما میخوام که معاملات تحلیل های خودتون رو روی گوشی انجام ندید و به شخصه بهتون پیشنهاد میکنم اصلا این سیستم در واقع مفید رو روی گوشیتون نصب نکنید، به خاطر اینکه ابزارها متفاوته و اگر شما یه وقتی خدای نکرده دیگه بیاید عادت بکنید به این اپلیکیشن مفید تریدر دیگه کمتر سراغ نسخه ویندوز میرید و یا خود تنبلیا به وجود میاد، یواش یواش این میاد جای اون رو میگیره. این هم ابزارهاش تکمیل نیست، درست نیست، دقیق آپدیت نمیشه و باعث میشه که شما اذیت شید. من خودم به شخصه هنوز این نسخه در واقع البته دارمش روی گوشیم چون آموزشش برای اینکه به دوستان خیلی سوال میکردن توی یک بخشی آموزشش رو گذاشتم، ولی به شخصه هنوز ازش استفاده آنچنانی نکردم که بگم برم داخلش رو ببینم چه خبر چه خبر هست چه خبر نیست باش تحلیل بکنم اینها. پس ما اینجا سر کارمون با نسخه ویندوز هست. برای نصبش روی این کلیک میکنید، دانلود میشه این ویدیو. خب برای اینکه خود باید نرم افزار نصب بشه، ما این ویدیو داریم میخوایم نرم افزار رو توضیح بدیم، نصبش، کاراییش، کاربردش. یه مقداری شاید اذیت بشین دیگه، یعنی زمان بر باشه. من تا زمانی که نرم افزار نصب میشه و حالا بیاد و ریستارت بشه و اینها یه سری توضیحاتی رو خدمت شما ارائه میکنم در خصوص بازار. خب برای نصب شما بعد از اینکه دانلود شد روش کلیک میکنید، 64 بیتی هست، یه دونه نکست داره، نکست رو میزنید و این شروع میکنه به پر شدن. گاه هم برای بعضی خیلی با سرعت خیلی کم حرکت میکنه، یواش 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 میره جلو. برای بعضی مثل ما اینجوری با سرعت زیاد حرکت میکنه.
چون ما قبلا داریم، حالا روی سیستم داریمش، به خاطر همین این اینجوری سریع حرکت کرد. ولی جای نگرانی نیستش، شما نرم افزار رو میتونید نصب بکنید و هیچ مشکل خاصی به وجود نمیاد. خب بعد از اینکه نرم افزار نصب شد، این صفحه براتون باز میشه. این آیکونی که این گوشه میبینید روش نوشته مفید تریدر، روی صفحه در واقع اصلی شما، صفحه دسکتاپ شما هم میاد این آیکونی که اینجاست و این میشه نرم افزار شما. بعد از اینکه نرم افزار نصب شد باید یک حساب معاملاتی باز بکنید. اگر این پنجره اومد براتون، خب روی همین پنجره نکست رو میزنید و میرید جلو تا حساب معاملاتی شما باز بشه. ببینید یه مقداری تاخیر داره تا بره جلو. این توی این تاخیر شما کاری انجام ندید. بعضی هی میاد کنسل رو میزنن، نمیدونم مسیر رو میخوان عوض بکنن. حالا برای من زود اومد، برای بعضی 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه طول میکشه. شما میخواید یک حساب دمو باز بکنید، ببینید اگر اون صفحه اومد بزنید برید جلو. ولی اگه خدای نکرده یه وقت دستتون خورد این دکمه ضرب در رو زدید، اتفاق خاصی نمیفته. شما میایید در قسمت ویو، در قسمت لنگویج، ابتداً این رو به فارسی تغییر میدید. یعنی من پرشین رو اینجا انتخاب میکنم و زبان سیستم رو فارسی میکنم. یه ریستارت از شما میخواد که انجام بده، این ریستارت رو انجام بدید. خب سیستم بسته شد، دوباره باز شد، فایل ها همه فارسی شد برای من الان، همه نوشته ها. و از قسمت نمایش من پنجره راهبر یا نویگیتور رو انتخاب میکنم. برای من بود، الان رفت. اگر نداشت اینجا اسمشون رو میزنه. اگر نبود شما قسمت نمایش پنجره راهبر یا کنترل ان رو که بزنید این پنجره میاد. از قسمت حساب ها کلیک راست میکنید و باز کردن حساب رو میزنید. ببینید دوره این پنجره اومد. پس توی پنجره راهبر روی حساب ها کلیک راست و باز کردن حساب رو میزنید. این مفید رو انتخاب میکنید، نکست میزنید. یک حساب دموی معاملاتی میخواید باز بکنید شما، این رو انتخاب حالا خودش کرده، نکست میزنید. اینجا شما باید اطلاعات خودتون رو وارد بکنید، نام خانوادگیتون، ایمیلتون رو وارد بکنید، کد شهرتون رو وارد بکنید، اینجا کد کشورتون که حالا خودش وارد شده است. من دیدم که خیلی از دوستان میان اینجا شروع میکنن به وارد کردن در واقع شماره شون، در حالی که شماره رو شما باید این طرف وارد بکنید. این شماره‌ای که میبینید 913 869 0124 برای تهیه پکیج در واقع طبیعت معلم بازارهای مالی شما میتونید با این شماره در واقع ارتباط برقرار بکنید، یا اگر انتقادی پیشنهادی دارید به این شماره میتونید برای ما بفرستید. مربوط پشتیبان پکیج هست. در تلگرام این شماره اکثریت شما ارتباط داشتید حالا برای ارسال قرارداد اینجور موارد. این پایین رو میاد یه تیک میزنید، این تیک اینجا رو فعال میکنید که من با قوانین و افتتاح حساب و اینها اوکیم، و بعد نکست رو میزنید. نکست رو که بزنید حساب شما با این اطلاعات باز میشه. سرور شما روی دمو دیفالت هست، نام شما و اینجا چند تا رمز به شما داده. یک کلمه، یک ورود داده که این میشه 1896 476 ورود شما، نام کاربری شماست. چند تا رمز رو هم به شما داده. این رمزها رو کپی بکنید یا یه جایی نگه دارید، در واقع یک عکسی از این بگیرید، اینو یه جایی نگه دارید. به چه درد میخوره؟ اگر شما خواستید توی یک، حالا من اینو فینیش میزنم و میرم جلو، پس اینا رو شما سیو میکنید. به چه درد میخوره؟ شما میخواید توی یک سیستم دیگه با همین حسابی که اینجا باز کردید با همین حساب بیایید کار بکنید. مثلا توی سیستم منزل هم دمو تریدر دارید، توی حساب مثلا توی سیستم ادارتون هم میخواید بیاید مفید تریدر رو نصب بکنید، ولی میخواید که سر صدا اولش میاد، ولی میخواید که در واقع با همین حسابی که اینجا باز کردید با همین حساب توی مفید ادارتون هم کار بکنید. اون رمزها و اون نام کاربری میاد این دفعه روی حسابها کلیک راست میکنید، ورود به حساب معاملاتی رو میزنید، اون رمز و کلمه عبورتون رو اینجا وارد میکنید، تایید میزنید، این برای شما در واقع وصل میشه. خب بعد از اینکه در واقع شما افتتاح حساب کردید، این صفحات و اون سر صدایی که شنیدید میاد اینجا، در واقع شما وصل میشید به اینترنت
و شروع میکنه به افزایش و ثبت شدن و به عبارتی دیگه نرم افزار برای شما در حال کار کردن. خب چند تا تنظیمات اولیه انجام بدیم. یکی این که اون سر و صدایی که شنیدید، این صدایی که شنیدید همیشه هر وقت باز بکنید یا توی معاملات هر وقت خبری بیاد، نمیدونم اخباری بیاد، چیزی بیاد، اون سر صدا میاد و اذیت کننده است. برای اینکه اون سر صدا رو نداشته باشیم، اعلانات رو نداشته باشید، میایید قسمت ابزارها تنظیمات رو انتخاب میکنید یا کنترل او رو میزنید. پس ابزارها تنظیمات یا در واقع کنترل او رو میزنیم. این پنجره باز میشه. خب توی این پنجره یه سری اطلاعات هست، اطلاعات مربوط به سرور، ورود، کلمه عبور شما، حالا میخواید تغییر بدید هر کاری بکنید. بعد میاد قسمت رویدادها. در قسمت رویدادها این فعال سازی رویدادهای صوتی تیکش رو برمیدارید. تیکش رو بردارید دیگه اون سر صدا برای شما در واقع نخواهد اومد و بعد اوکی میکنید. ما حالا باز دوره برمیگردیم در مورد این پنجره ها صحبت خواهیم کرد. این میشه در واقع نصب نرم افزار. حالا بعضی از دوستان هستن در خصوص نصب نرم افزار به مشکل برمیخورن. اونا این که به مشکل برمیخورند و از ما سوال میکنن چیه؟ یکی این که خیلی از دوستان زمانی که نرم افزار رو نصب کردن انتظار دارن که وصل بشن به اینترنت و یه دفعه نمودارها اینها رو همه رو داشته باشن. به این صورت نیست. شما بعد از نصب نرم افزار حتما باید بیاید افتتاح حساب بکنید. اگر افتتاح حساب نکنید نرم افزار کار نخواهد کرد و شما حتما باید یک حساب دمویی رو باز بکنید. سوال میکنن که آیا ما میتونیم در واقع حساب دمو نداشته باشیم؟ حساب دمو یعنی حساب مجازی، یک حساب الکی همینجوری. سوال میپرسن آیا من میتونم یک حساب دمویی نداشته باشم، حساب واقعی داشته باشم؟ برای این کار شما حتما باید کارگزارتون کارگزاری مفید باشه. خب دیگه سوالی که پرسیده میشه این هست که بعضی از دوستان نرم افزارشون نصب نمیشه، یعنی حسابم که باز میکنن باز هم در واقع نصب نمیشه نرم افزار براشون، باز همین به اینترنت وصل نمیشه و نمیاد بالا. اینجا شما میبینید نوشته 5048 در واقع این سرور داره افزایش پیدا میکنه. روی این کلیک بکنید سرورهای مختلفی اینجا گذاشته شده. شما مثلا یکی دیگر رو انتخاب بکنید. من الان یکی دیگه انتخاب کردم، یا این الان ببینید روی اینجاست، میام دومیه رو انتخاب میکنم، یکی دیگه انتخاب بکنید، ببینید وصل میشید. اگر بازم وصل نشدید باید بیاید چیکار بکنید؟ دوباره از اول یه حساب جدیدی باز بکنید. یعنی میرید روی همین جایی که هست دوباره یه حساب جدید باز میکنید ببینید به چه صورت. اگر باز هم نشد، یعنی دو سه تا حساب باز کردید بازم دیدید نمیشه، نرم افزار رو کلا در واقع حذف بکنید، ریموو بکنید از سیستمتون. برای این کارم باید برید توی کنترل پنل، از اونجا که یک نرم افزار رو میایید در واقع از روی سیستم حذف میکنید، از اونجا حذف بکنید. بعد از اون چیکار بکنید؟ بیاید دوباره این رو نصب بکنید. سعی بکنید از توی معمولا بعضی میان توی گوگل سرچ میکنن که مفید تریدر یا مفید تریدر و از هر سایتی یا از هر جای دیگه دارن سعی کنید از خود کارگزاری در واقع مفید بیاید این رو لینکش رو دریافت بکنید و نصبش بکنید. اگر هم در نهایت باز هم دیدید که به مشکل برمیخورید، اگر مشتری کارگزاری مفید هستید با مرکز پشتیبانیشون تماس بگیرید، براشون توضیح بدید، براتون انجام میدن. اگر کارگزاری مفید باشید معمولا بهتون توضیح میدن، ولی اگر کارگزاری مفید نباشید من فکر میکنم که میپیچونن یه جورایی و جوابگو نیستن. خب اگر جوابگو نبودن چیکار بکنید؟ باید ویندوزتون رو تغییر بدید، یا از ویندوز 7 یا از ویندوز 8 بیاید استفاده بکنید. من الان دارم از ویندوز 10 استفاده میکنم و مشکلی هم ندارم تا الان. شما باید ویندوزتون رو تغییر بدید یا از یه سیستم دیگه استفاده بکنید. خلاصه برای پول در آوردن، اونم پول زیاد، اگر میخواید ماهی 10% پول در بیارید، یعنی با هر 10 میلیونتون با هر 100 میلیونتون 10 میلیون کار بکنید، خیلی زیاده این پول ماهی 10%. و حرفه‌ای بشید توی این بازار نیاز هست که این سختی ها رو هم به جون بخرید دیگه. این یه شاید یه خورده اعصاب خورد کنی باشه برای کسی که تازه وارد این بازار میشه، یه خورده اذیت بشید، اما این اذیت ها در برابر استرس ها و اذیت هایی که بعداً خواهید شد در
پول معاملات در بازار هیچه و سعی بکنید همه این کارا رو با انرژی با عشق انجام بدید. من یادم برای اولین بار که میخواستم یه همچین کارایی رو انجام بدم، یه سیستم خونگی داشتم که یه کیس خیلی گنده داشت، اینو برمی داشتم میبردم در واقع به خدمات کامپیوتری که نمیدونم حالا ارتقاش بدم، یادم نمیدونم سی پی یوش ارتقا بدم، هاردش رو ارتقا بدم که بتونه اینا رو جواب بده، تصویر نمیدونم، رفتیم کلی پول خرج کردیم از این LCD، از این مانیتور گنده ها داشتیم، رفتیم LCD خریدیم براش که بتونیم کیفیت از کلی از این داستان. یعنی پس میخوام منظورم اینه که اینا دردسر نیست که بگی او این چیه من باید ویندوزم کلا عوض کنم، این تازه اولشه و شروعش رو با لذت انجام بدید تا پایانش هم برای شما لذت بخش باشه انشالله. خب بریم سراغ بخش های مختلف این نرم افزار، ببینیم که به چه صورت هست و به چه شکل ما نرم افزار ازش استفاده کنیم. من ابتداً از در واقع سربرگ هایی که دارم شروع میکنم، سربرگ ها رو یک به یک توضیح میدم و بعد میریم سراغ آموزش های اصلی مربوط به تحلیل تکنیکال. من اینجا یه مقداری پاکسازی بکنم، از ابتدا شروع بکنیم، همه چیز رو صفر بکنم، از ابتدا شروع بکنیم به آموزش. خب این بدنه نرم افزار با در واقع 4 سربرگ که حالا این سربرگ ها باز اضافه میشه بهش. ببینید شما در سربرگ اول اطلاعات مربوط به نرم افزار و حسابتون رو دارید. در بخش اول نوشته که نمودار و شما اگر بخواید نمودار یک نماد خاصی رو به صورت انفرادی بیایید باز بکنید، میتونید از این بخش هم استفاده بکنید. حالا راه ساده تری هم داره که اون راه ساده ترش هم بهتون میگیم. همه این چیزهایی که در این سربرگ ها وجود داره، همه اینها راه های میانبر هم دارد که برسیم بهش، حالا راه های میانبرش رو هم میگیم. پس قسمت فایل اگر بخواید نمودار جدیدی رو حالا باز کنید، مثلا این فامیلی، میاد کلیک میکنید، این نمودار جدید یه مقداری نیاز داره به زمان تا اطلاعات در واقع شرکت رو دریافت بکنه و نرم افزار بیاد برای ما در واقع نوشته انتظار برای بروز ثانی، یه خورده زمان نیاز داره برای اینکه داده های گذشته شرکت رو دریافت بکنه. حالا چه چیزهایی توی این نرم افزار هست و چه کاربردی داره، اینها رو جلوتر متوجه میشیم که اصلا چی کار قراره باش بکنیم. فعلا بریم بخش های مختلفش رو یاد بگیریم. نمودار هر شرکت اون چیزیه که ما قراره باهاش کار بکنیم. خب اومد نمودار ما، در واقع ما قراره با این شکل ها کار بکنیم و تکنیکال همین کار کردن با این شکلات، حالا هر کدوم این شکل ها چی است و چه مفهومی داره رو یاد خواهیم گرفت. پس شما از قسمت نمودارهای مختلف رو میتونید بیایید، مثلا برای شاخص کل رو میخواید ببینید وضعیت شاخص کل رو، نمودار شاخص کل رو یا چارت شاخص کل رو و بقیه نمودارها. اگر نمودارتون نمودار بورسی باشه میتونید این قسمت توی سایت TSE فرابورسی ها در واقع شاخص ها یا بورسی ها ببینید که کدوم شرکت ها هستن و اینها رو بیارید که معمولا نمودارهایی که فکر میکنم آپدیت شدن رو به شما نشون میده که حالا شما از این قسمت خیلی استفاده نخواهید. نوشته بازیابی نمودار، این قسمت هم چیز خاصی نیستش. در قسمت پروفایل شما این پروفایل یا قالب ها برسیم جلوتر در موردش صحبت میکنیم، اما در حال حاضر پروفایلی که شما دارید روش کار میکنید رو میتونید از اینجا شناسایی بکنید. گفتم همه این بخش هایی که داریم توی سربرگ ها میخونیم همه اینها راه های میانبر داره. شما برای اینکه بدونید پروفایل کار در واقع داشبورد شما چه نوع یا پروفایل شما چی هست، از این قسمت میتونید اسمش رو ببینید که اینجا روی دیفالت کلیک خورده، میانبرش این پایینه. شما این پایین میتونید ببینید اسم پروفایلتون چیه. مثلا من اینو بذارم روی یورو، این پایین میبینید چی شد یورو. حالا ما توی هر پروفایل میتونیم نمودارهای مختلفی رو داشته باشیم، توی هر پروفایل میتونیم تحلیل های مختلفی رو داشته باشیم. مثلا میتونیم در پروفایل های مختلفی میتونیم درست بکنیم، پروفایل
خودرویی ها رو میتونیم درست بکنیم، پروفایل سیمانی ها رو میتونیم درست بکنیم، پروفایل مثلا شیمیایی ها رو میتونیم درست بکنیم و شرکت های خودرویی رو بریزیم توی یک پروفایل، سیمانی ها رو بریزیم توی یک پروفایل، در واقع به همین شکل بیایم پروفایل های متفاوت درست بکنیم. اگر دقت بکنید یه مقداری زمان برد تا این نمودارها آپدیت بشه، در واقع داده هاشون دریافت بشه و نمایش داده بشه. این زمان میتونه طولانی باشه برای شما نسبت به سرعت اینترنتتون یا حجم داده هاتون، سرعت سیستمتون. نگران نباشید، این مقدار صبور باشید، میاد براتون. معمولا بعضی وقتا ما صبوری نمی کنیم، دوست داریم که با سرعت زیاد اینها بیاد، اما به این گونه نیست. خب ما قسمت بعدی نوشته بستن یا ذخیره که اینها رو برسیم. من توی میانبرهاش براتون میگم که هر کدوم اینا چیه. نوشته ذخیره به عنوان تصویر، اینا رو هم میگم براتون چیه. میخواید از این بخش یک تصویر رو در واقع بیاید دریافت بکنید، یک تصویر رو داشته باشید که این رو هم به شما خواهم گفت. من توی سربرگ ها میام اون نکاتی که خیلی اهمیت داره رو اونا رو براتون بگم، مابقیش در واقع مشخصه. خب چاپ بخواید از این تصویر چاپ بگیرید، پیشنمایش چاپ، ببین تنظیمات، باز کردن حساب، دوره همون داستانه، ورود به حساب معاملاتی همون داستان. این دوتا هم که چیز خاصی نیست برای شما نیست و اینم خروج. من میام توی سربرگ ها اون چیزی از همه مهم، اونایی که از همه مهمتر و کاربردی تر رو براتون میگم. شما در قسمت فایل یه بخشی دارید نوشته پوشه داده، باز کردن پوشه داده. اینو کلیک بکنید، مسیری که این نرم افزار برای شما نصب شده است رو اینجا نشون میده که این نرم افزار توی چه مسیری نصب شده برای شما. اوکی، پس مسیر نصب نرم افزار رو شما میتونید از اینجا شناسایی بکنید که حالا در دوره‌های جلوتر در واقع اونجا نیاز دارید که بدونید این مسیر چیه و شما هر چیزی بخواید به نرم افزارتون اضافه بکنید یا هر چیزی که میخواید از نرم افزارتون کم بکنید رو از این پنجره باید انجام بدید، از این باز کردن پوشه داده ها. مثلا اگر یادتون باشه ما گفتیم اینجا یک پروفایل داریم به اسم پروفایل دیفالت. من میخوام اسم این پروفایل رو عوض بکنم، نمیخوام پروفایل دیفالت باشه. مثلا مثال میزنم، حالا جلوتر آموزشاشو میدیم. میایم اینجا توی MQL5 میام توی قسمت پروفایل، میرم توی قسمت چارت، اینجا دارم دیفالت. من این دیفالت رو مثلا تغییر میدم به فرزن بهاری مثلا و این رو میبندم. خب این من نرم افزار رو ببندم باز بکنم، این دیفالت هم تبدیل پیدا میکنه به بهاری. خب این در قسمت فایل این مهمترین بخش بود که باید ازش بعدها استفاده میکنیم. در قسمت مهمترین حالا سربرگ نمایشه، یعنی هر چیزی که ما بخوایم به نرم افزار روی صفحه مانیتور ما و توی داشبورد ما، این صفحه رو باش میگیم صفحه داشبورد. ما هر چیزی بخوایم توی داشبورد و صفحه اصلی مانیتورمون ببینیم باید از قسمت نمایش بیاریم ببریم. مثلا شما یک پنجره رو اینجا داشتید، امروز ندارید، دیروز داشتید، امروز ندارید، نرم افزار رو بستید باز کردید این پنجره نیست. این پنجره رو شما از قسمت نمایش میارید، یعنی هر پنجره‌ای که توی نرم افزار باز و بسته میشه از قسمت نمایش، هیچ جای دیگه نیستش. و نترسید، این نرم افزار نه روی پول شما تاثیر داره، نه روی معاملات شما تاثیر داره، نه روی پورتفوی شما تاثیر داره. هیچ اتفاق خاصی برای این نرم افزار نمیفته. در نهایت شما میاد همه چیزش رو به هم میریزید، همه تنظیماتش به هم میریزه، این نرم افزار رو ریموو میکنید، دوباره نصب میکنید، همه چیز درست میشه. بیاید یه مقداری باش اون چیزایی که یاد میگیرید و باش کار بکنید. انقدر با این نرم افزار کار بکنید، بخشای مختلفش رو برید ببینید چیه تا در واقع حرفه‌ای بشید روی نرم افزار، چشمتون عادت بکنه به مفید تریدر، خیلی اوکی بتونید با سرعت بخشای مختلفش رو حفظ بکنید، آنالیز بکنید. فرضاً گفتیم پنجره استاندارد بدونید کجاست، بگیم ابزارها بدونید کجاست، بیاید کار بکنید. اشکالی نداره، نرم افزار هیچ تأثیری روی معاملات و سرمایه شما نخواهد داشت. کار بکنید روش، بیاید خط و خطوطا رو بندازید، هر چیزی که یاد میگیرید ما 10 دقیقه در موردش صحبت میکنیم، شما 1 ساعت روش کار بکنید. خب توی قسمت نمایش ما ابتداً گفتیم که شما میتونید زبانتون رو تغییر بدید و به هر زبانی که دوست دارید ازش استفاده بکنید. ردیف دوم نوار هاست. ما 3 نوار داریم در واقع در نوارهای ابزار. 1 نوار ابزار استاندارد، 2 نوار ابزار رسمه و 3 نوار ابزار
تناوب که حالا یک به یک در موردشون صحبت میکنم. این بالا رو اگر دقت بکنید هیچ چیز خاصی اینجا وجود نداره. من اگر نوار ابزار استاندارد رو بیام انتخاب بکنم، کنارش یه تیک اینجوری میخوره، اینو انتخاب میکنم، یک پنجره این بالا باز شد. این پنجره به چه درد میخوره و چه استفاده ای میشه ازش کرد؟ این پنجره در واقع یه سری راههای میانبرد هست که در حالا سربرگ‌های بعدی شما میبینید. ما از این راههای میانبرد میتونیم خیلی راحت دسترسی پیدا بکنیم. مثلا به چی؟ یکیش همون پروفایل هاست که اینجا مثلا می‌خواستیم بیایم پروفایل رو انتخاب بکنیم، حالا یه پروفایل جدید بسازیم یا یک پروفایل رو اسمش رو عوض بکنیم به این شکل. اوکی، پس در پنجره استاندارد تاثیر مستقیم داره روی چی؟ روی خود نرم افزار و اون چیزایی که حالا گزینه‌های مختلف داره که یک به یک براتون توضیح میدم هر کدوم از این گزینه‌ها چیه. اول از این که اگر گزینه‌ای که ما الان اینجا شما میبینید که همه اینا رو دارید، اگر در مورد بعداً توی آموزش ها در مورد گزینه‌ای صحبت کردیم که شما نداشتید، مطمئناً در بخش در واقع مخفی این نرم افزار هاست که باید بیارید. برای آوردن یک پنجره جدید یا ابزارک جدید یا نشانک جدید، شما روی نوار ابزارتون کلیک راست میکنید. اگر اون ابزارک در نوار استاندارد شماست، شما باید روی نوار ابزار استانداردتون کلیک بکنید، نه اینجا نه اینجا. ببینید اینجا کلیک راست بکنم اینو به من میده، اینجا کلیک راست بکنم هیچی به من نمیده، اینجا کلیک راست بکنم هیچ چیزی. روی خود نوار ابزار یه جایی نوار ابزار استانداردتون مثلا اینجا کلیک راست میکنید. خب نوشته مرتب سازی خودکار یا سفارشی کردن. شما اگر مرتب سازی خودکار بزنید خود چه اتفاق خاصی سفارشی کردن، شما میتونید چیکار بکنید؟ این رو سفارشی بکنید. میدید توی قسمت سفارشی کردن یک بخش نوشته دکمه های در دسترس، یکی دیگه نوشته دکمه های در انتخاب شده. مثلا شما بیایید این قالب ها رو یا قالب ها رو اضافه بکنید، بیایید این طرف دبل کلیک بکنید، قالب ها ببینید، یا دبل کلیک بکنید یا مثلا این ایندیکیتورز کلیک بکنید روش، درج رو بزنید میاد این طرف. میخواید تنظیمات رو داشته باشید، تنظیمات رو کلیک بکنید درج بزنید، از این طرف میاد این طرف. میخواید گام به گام رو داشته باشید، کلیک بکنید درج بکنید میاد این طرف. اوکی، پس این میشه در واقع پنجره راهبر رو میخواید مستقیم بیارید، کلیک بکنید درج بکنید میاد این طرف. هر چیزی میخواید از صفحاتتون هی چاپ بگیرید، این چاپ رو کلیک درج بکنید. خب حالا شما میتونید اینها رو چیکار بکنید؟ شخصی سازی بکنید. مثلا میخواید بگید که من توی این انتها، این بخش آخر رو اگر ببینید، توی این انتها میخوام فرضاً اول تنظیمات باشه، کلیک میکنم روش، نگهش میدارم میارمش اینجا، میذارمش اول تنظیماته. بعد میخوام گام به گام باشه، میارمش اینجا. میخوام که اندیکاتورها در کنار مثلا این فرضاً نمودارها باشه یا در کنار این مثلا چارت شیفت باشه، میخوام اینجا باشه اندیکاتورها. مثال میخوام که اینو اصلا نمیخوام داشته باشم، نمیخوام ببینیم این چیه، حالا فرضاً باشه که ما توضیحشو بدیم چیه. یا اینکه میخوام توی این نمودارها، میخوام این نمودار خطی این بالا باشه، این نمودار میله‌ای پایین باشه، شمعی وسط باشه. اوکی، این میشه در واقع اون تنظیماتی که شما میتونید سفارشی سازی بکنید. حالا این بقیه هم اگر خواستید بیارید، میتونید بیاید آزمون استراتژی، پنجره اطلاعات، اینا چیز خاص در موردشون صحبت میکنیم هر کدوم چیه. اینو میبندیم. این اولیه چیه؟ نوشته ایجاد یک نمودار جدید. اونجا گفتیم یک آوردن نمودار جدید، اینجا یک فرضاً چیز داره، میانبر داره، میانبرش اینجاست. شما میتونید از این طریق نمودار جدید رو بیارید که باز هم میانبر داره، یعنی باز هم شما میتونید به شکل‌های مختلفی بیاید نمودارهای جدیدتری رو بیارید. اوکی، به شکل راحت‌تر و ساده‌تری میتونید نمودار جدید باز بکنید. حالا برسیم جلوتر بهتون میگم. این دومیه چیه؟ نوشته مدیریت پروفایل ها، همون پروفایل هایی که اون بالا داشتیم. این پایین شما میتونید چیکار بکنید؟ اینها رو مدیریت بکنید. میتونید یک قالب جدید بسازید، یک پروفایل جدید بسازید، در واقع یک داشبورد جدید بسازید و از این قسمت مدیریت بکنید. مثلا من میخوام یک پروفایل جدید بسازم. خب چیکار باید بکنم؟ ببینید شما رو ذخیره که بزنید، ذخیره
من دوباره بیارم این پروفایل، بزنم بعدی میره پروفایل بعدی، بزنم قبلی میاد پروفایل قبلی. این ذخیره به نام رو بزنم، از شما میخواد که نام پروفایل جدید خودتون رو انتخاب کنید. مثلا من میام اسم این رو میذارم فرضاً این دفعه میذارم علی بخاری، یا نه دیگه حرفه‌ای تر رفتار کنید، میذارم خودرویی، میذارم نمودارهای پروفایل خودرویی. بیام اینجا دوباره، بیام اینجا ببینید اومدم تیکم کنار خودرویی است. الان دیفالت من روی دیفالت بودم، آره دیفالت من ببینید بسته شد، هیچ نموداری توش نمیبینم. خودرویی های من میشه اون جایی که اون چیزی که روش بودم من. اوکی، حالا اینا چیزای سختی، در ادامه که برید جلوتر خیلی میشه روش کار کرد. خب من میخوام که از یک بخشی استفاده بکنم که نمودارها رو خیلی راحت ازشون، خیلی راحت بتونم نمودارها جلو چشمم باشم. هر وقت خواستم یک نموداری رو بیام یک نمادی رو بخوام نمودارش رو ببینم، خیلی راحت بتونم اون در دسترسم باشه و خیلی راحت بتونم ازش استفاده بکنم. برای این کار ما نیاز داریم که ابتداً پنجره دیدبان بازار رو یاد بگیریم و بعد بریم سراغ نمادها. پس من از این میگذرم تا برسیم زمانش. اینجا این نرم افزار بر اساس MQL در واقع از برنامه‌نویسی MQL پشتیبانی میکنه. ما بعدا در بخش اندیکاتورها برسیم شما متوجه میشید که ما میتونیم از MQL هم استفاده بکنیم. این دوتا رو سرور مجازی و ثبت حساب رو ما ازشون استفاده نمی کنیم. از این سه تا اصلا استفاده فعلا نمیشه. شما میتونید این سه تا رو اصلا بردارید، فعلا مورد نیاز شما قرار نمیگیره. روش دبل کلیک کنم برداشته میشه. هر چیزی که ازش استفاده نمی کنید بردارید. این سفارش جدید رو هم بردارید، توی بازار ما و توی ایران ازش استفاده نمیشه. میبندم. اینجا چیه؟ ما برای معامله کردن و برای تحلیل کردن میتونیم از نمودارهای مختلفی استفاده بکنیم. نمودار نگه داریم روش، اسمشو نوشته، نمودار خطی، نمودار شمعی، نمودار میله‌ای. ببینید من رو هر کدوم کلیک میکنم تفاوت داره. حالا هر کدوم از این نمودارها چی هستن، به چه شکل عمل میکنن، شما در جلسات بعدی خواهید آموخت. بخش بعدی در واقع کوچیک نمایی و بزرگ نمایی، همون زوم هست. من اگر منفی رو بزنم این نمودار زومش رو کم میکنه و اگر مثبت رو بزنم زومش رو زیاد میکنه. پس اگر گفتیم زوم یک نمودار رو زیاد بکنید با این مثبت زیاد میکنید و اگر گفتیم زوم نمودار رو ببندید با این منفی ما زوم رو کامل میبندیم. این گزینه بعدی چیه؟ اینجا شما میخواید که چند تا نمودار رو کنار همدیگه داشته باشید. این میاد در واقع نمودارهای مختلف رو به صورت پنجره‌ای در کنار یکدیگر برای شما نشون میده. مثلا اینجا ما دو تا نمودار فامیلی داریم، یه فولاد داریم، یه شاخص کل داریم. میخوام هر چهار تا رو با هم رصد بکنم. میخوام 10 تا، 5 تا، 4 تا، 3 تا سهمم رو کنار هم دیگه ببینم چه جوری حرکت میکنن. میخوام با هم رصدشون بکنم در طول معاملات. با این گزینه شما میتونید این کار رو انجام بدید. اگر خواستید برگردید روی همون نمودار مثلا اصلیتون، روی اون نمودار دبل کلیک کنید برمیگرده. ببینید من روش دبل کلیک کردم. این دوباره این قسمت شما این در واقع زبدر و این مربع خط تیره رو دارید که برای کلوز کردن پنجره است یا کوچیک کردنش یا پایین بردنش. همین و این پایین هم دارید و این مربوط به کل نرم افزار بالایی، این پایینیه مربوط به در واقع خود این مفید هست و مربوط به این نمودار هست فقط. خب شما میخواید دوباره برگردید یه نمودار دیگه رو انتخاب بکنید، میتونید این کوچیک کردن رو بزنید ببینید دوباره همین شد و این بزرگ کردن مثلا این دفعه فولای رو بزنید اینجوری میشه. اوکی. خب این چیه؟ تنظیمات سامانه است. این پنجره تنظیماته که در پنجره تنظیمات حالا چه چیزهایی وجود داره و چه استفاده از اینا خواهیم کرد. هر کدومو در بخش خودش هر جایی نیاز باشه در موردش صحبت خواهیم کرد. این هم در واقع گام به گام هم چیز خاصی نیست، ما صحبت خاصی در این خصوص نخواهیم کرد. این هم چاپ سند فعلی و نمایش یادم پنجره راهبر. این رو بزنیم یه پنجره اینجا رو باز میشه، همون پنجره راهبری که گفتیم باش میتونید حساب معاملاتی باز بکنید. اینها رو هم ما نیازی نداریم، همینجوری برای اینکه
در واقع ما بتونیم انتقال بدیم آوردم براتون. این تنظیمات رو هم بهش نیازی نداریم. قالب ها و ذخیره عکس بذارید باشه. خب قالب ها چیه؟ قالب ها رو من توی در واقع الان 34-5 دقیقه شد ویدیو ما بقیه توضیحات رو پنجره بعدی رو ما همچنین با قالب ها و بقیه مطالب رو تو جلسه بعدی میگم براتون. سر حرفمون تو جلسه قبلی هم 1 ساعت شد، اینا نیم ساعت بریم جلو که هم تایم ویدیوها زیاد نشه و هم اینکه حجم ها افزایش پیدا. موفق باشید.